میگه درختی غم در دلم کرده ریشه، به درگاه خداوند نالم همیشه. عزیزان قدر یکدیگر را بدانید که اجل سنگ است، آدم مثل شیشه. یک وقت ساعت 2 ساعت 3 زنگ میزنه که بیا که احمد مرد، اپد مرد، بیا که همون خواهری بیوت مرد که در خانت می اومد میز قدی برای کودکش مرد کمو. آب با میگو که دیگه دیر شید. خلاص شدیم همه دنیای بی وفا. ای دنیایی که در خانه اکه رفتم رام ندادم، خانه اپا رفتم رام ندادم، خانه داده رفتم رام ندادم، همه تعلم زد، همه گو رستم تیخلی نه که من بیرم امروز بعد بشینه بالای سری ما گریه کنیم. من امروز بیرم و بعد قدری مرا بدونیم. رستمی که در کجا میگذشت نمیگفتنش سلامش نمیدونم. امروز از مای بختر میام فلانی یک کلاب مسکاز که جنازه میویه، ملائکه میاد دلی مرا میدرم که محبوبی من مرده برا جنازه شو بکن، دوستی من مرده بخیر برا. رستمی که یک دنیای چینه دیداری رسول خدا صلی الله علیه وسلم نگو 1500 سال پیش که میگه یه روزی شسته بودم حضرت جبرائیل آمد اینجا. جبرائیل قال یا رسول الله، جبرائیل آمد گو ای رسول خدا احببت من شهید فانک میتون، هر کس دوست بداری دوست بدار که یه روزی او را میکشیم یا ترا میکشیم. امروز این رستم برده است. یا محمد گفت احببت من شهید فانک تفرقوا، ای محمد کسی را دوست بداری دوست بداری یه روز او را تایت جدا میکنیم یا او را جدا میکنیم. اکا و داداری کنین، خیش تاوری کنین، اپا و خواهری کنین. اپا در خانه درآمد نزد و خنده قبولش کرد، با آونون قبولش که یه روز میره بینم خیلی رستم واری بالای سرش دیگه گیری و محکنی میکنی در کار نیست. امروز کسی بالای رستم گیری میکنه، رستم میگه گیری نکن. اون وقت سیستم خطی خسرو سلام میکردی بس بود، می درآمدم هم قاکم میگفتی بس بود، اما که میگفتی بس بود. امروز چی رو کردی محکنی میکنی؟ دیگه وقت قدر انسان در زندگیش بدانی. رسول خدا میگه یه روز جدا میکنی. مادری که امروز تر نصیحت میکنه ناراحت میشه، یه روز میاری نیست دیوانش نگاه میکنی، رختی خواب چنگیری روت میکنی داد میزنی که نیست. عزیز تا میگیره. عزیزا یک دیگه را قدرش بدونی، یک دیگه را بدونی که این قدری ها اینقدر عزیزن که وقتی که یا دنیا رفتن دیگه اگر گردی بخش بکنی دیگه رستم نمیبینی.